در نویه وسیل استروفسکی در مرکز شهر سنت پتربورگ روسیه دو کارگر از تاجیکستان در ساختمان یک بنا جان باختند. شام 13 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه به رقم خدمات 112 زنگ زده درباره به شاخت لیفت افتادن دو نفر در ساختمان یک بنا در این قسم پتربورگ خبر دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسدهای دو شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. یکی آنها 25 و دومی 29 سال داشتند. باور می رود که آنها از قسمت 13 بنا به شاخت لیفت افتاده در جای حادثه جان دادند. کسی لحظه افتادن این دو کارگر را ندیده است. در آن ساختمان ویدیو کامراهای نظارتی نیست. قضیه را کمیته تفتیشات تحقیق می کند. حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در دست بررسی قرار دارد. بنا به اطلاع خبرگزاری محلی اپراتیو پریکریتی، جوان تاجیک 25 ساله هنوز زمستان سال 2020 به روسیه آمده بود و مهلت ثبتش در اداره مهاجرت تازه 2 هفته پیش به پایان رسیده بود. مهاجر تاجیک 29 ساله باشد از پایان سال 2021 که یک سال باز در روسیه قرار داشته است. در روزهای آخر از روسیه علیه چندین خبر مرگ مهاجران تاجیک در حادثه‌های ناخوش به دست رسیدند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری می‌روند. هر سال در روسیه به علت‌های گوناگون تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک اکثرا در سن جوان به زندگی پدرود می‌گویند. یعنی هر روز مهاجرت در روسیه جان توسعه مهاجر تاجیک را می‌گیرد.